مشاهده شده است که وقتی انسان فکر و احساساتی مثبت دارد، روحاً قوی‌تر و با اعتمادتر می‌گردد. ذهن و یا همون عقل پر از افکار نیک اعتماد شخص را به خودش و راه انتخاب کردهش بیشتر می‌گرداند. این اعتماد قوی را میتوان یک نوع ایمان به خود نامید. مثلا یک صاحبکار را تصور کنید که همیشه فکر نیک دارد و به موفقیتش باوری دارد. چون این شخص حتی در روزهای دشوار هم امید را از دست نمی‌دهد. برعکس اگر ذهن را افکاری منفی فرا گیرد، آدم خود را ناتوان احساس می‌کند و پیش از وقت شکست می‌خورد. پس کوشش کنید ذهن و اندیشه‌های خود را با احساساتی مثبت پر کنید. خود را روح بلند سازید، به قدرت و هنر خود ایمان داشته باشید. این حالت روحی به شما قوت می‌بخشد تا به هدف‌هایتان به اعتماد قدم گذارید. در این خصوص ما کتاب قدرت مثبت اندیشی با زبان تاجیکی نشر نمودیم که شما می‌توانید این کتاب را از همین سوپرمارکت‌های یاور دسترس نمایید. مرکز خیرات بمانید تا بهترین ها را بشنوید.